بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حافظ عبد الغني ابن قدامه مقدسي رحمة الله عليه در کتاب عمدة الأحکام حدیث 24 را ذکر کرده، گفتند که عن عباد بن تمیم عن عبد الله بن زید بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. امام مصنف رحمة الله عليه حدیث عبدالله ابن زید ابن عاصم رضی الله عنه و ارضاه را ذکر کردند که این صحابی بزرگوار میگوید که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم شکایت شد، یعنی کسی شکایت کرد. الرجل آید یا مرد، یعنی یا مرد شکایت کرد. یخیل الیه، در خیال آن مرد می آید که گویا وقتی که او در نماز است از او چیز خارج شد، یعنی گویا طهارتش شکست. به خیالش همین گونه خیال آورده می شود. و برای چی این را شکایت کرد؟ برای آنکه این یک درد بود که اذیت این درد را می چشید، الم این را می چشید. هر وقتا که به نماز می استاد به خیالش می بیاید که گویا از او چیزی برآمد، گویا طهارت او شکست. بنابراین شکایت کرد. در اینجا کلمه رجل آمده است، یعنی یه مرد در داخل نماز به خیالش می آید که گویا از او چیزی برآمد. یعنی اینجا کلمه مرد یعنی که مراد نیست. اصلا نصوص شریعت وقتی که گاه مرد می گوید کدام مردی که فلان عمل را اجرا کرد فلان عملی را اجرا کند یا جزایش فلان است، وقتی که کلمه مرد آورده می شود این معنای آن ندارد که این جمله به زنها متعلق نیست، بلکه امر شریعت هم به مردها و هم به زنها یعنی که دخل دارد، الا مگر در آن جایی که شریعت با لفظ صریح با نص صریح به غیر زنها یا به غیر مردها، یا این مسئله خاص به مردها هست یا خاص به زنها هست گوید. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که انما تصفیق للنساء، کفکوبی کردن برای زنها هست، یعنی در داخل نماز اگر امام خطا کند زنها باید، اگر کسی از مردها که آگاه نکرد خطاگی امام را، اگر کدامی از زنها اگر خطایی امام را آگاه کردنی شد باید تصفیق کند، یعنی کفکوبی کند تا اینکه امام فهمد که خطا کرد. اما مردها اگر خواهند که خطایی امام را آگاه کنند سبحان الله میگن، یعنی کفکوبی نمیکنند. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم جدا کردند بین زنها و بین مردها. یا مثلا در تلبیه لبیک را شخص حاجی و عمره کننده باید با آوازی بلند گوید، غیر زنها که باید با آوازی پست گوید که دیگرها نشنوند. یعنی شریعت در جایی که جدا کرد احکام زنها و احکام مردها در آن وقت تغییر می‌یابد. اصل یعنی در عموم شریعت وقتی که خطاب میکند شریعت هم مردها و هم زنها را در بر میگیرد. یک مرد در نماز است و به خیالش آورده می شود، یعنی گمان میکند که از او چیزی برآمد، چیکار کند؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب دادن لا ینصرف، از نمازش بر نگردد، گفتن حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، تا مادامی که آوازی همان چیزی برآمده را نشنید یا بویش را بوی نکرد از نماز بر نگردد، گفتن تا مادامی که یقین نکند که طهارت او شکست از نماز بر نگردد، گفتن. این حدیث یکی از قاعده های بزرگ در شریعت اسلامی هست که از این حدیث یکی از 5 قاعده های بزرگ شریعت اسلام گرفته شده است. یعنی به همین حدیث تکیه کرده
آن قاعده را علما ترتیب دادند که امام سرخسی هم در کتاب مبسوط خود، یکی از علمای معتمد و بلکه کتابشان مبسوط از همه وسیع ترین کتاب در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، در آنجا ذکر کردن قاعده الیقین لا یزال بالشک، یقین با شک دور کرده نمیشه. یعنی یقین این آدم این است که طهارت کرده بود، یقین دارد، لیکن شک پیدا شد که آیا طهارتش شکست یا نشکست. در این حالت الیقین لا یزال بالشک، یقین با شک روانیده نمیشه. یقین طهارت دارد، شک اینکه طهارتش شکست. یعنی با مجردی پیدا شدن شک انسان از نماز بیرون نمیبرد تا مادامی که تحقیق خود را یابد. یعنی وقتی که این الله که به طریق وسوسه هست، به این باید انسان نگاه نکند، چون شیطان دشمنی واقعا حقیقی انسان است. از ابتدا، از روزی که حضرت آدم علیه السلام پیدا شدند، دشمنی او شروع شد. و شیطان که دشمن است، در تمام عملها انسان میخواهد به گمراهی برد. اصلا اون نمیخواهد که بنده نماز گذارد. وقتی نماز که شد تصویف را پیدا میکنه، یعنی کمتری دیگر تلفن بازی کن، بعد میخوانی حالی وقت هست، کمتری دیگه استراحت کن، کمتری دیگه همین گونه انسان از جماعت میمونه. با همین خیلی تصویف میکنه، یعنی کمتری دیگه صبر کن، کمتری دیگر، حتی نماز قضا میکنه. اگر رفت و نتوانست، بنده به مسجد رفت و نماز که ایستاد، قامت که گفته شد، شیطان میبیاید اذکر کذا و اذکر کذا، فلان عمل رو به خاطر آر، فلان کار رو به خاطر آر. یک کارهایی رو به خاطر انسان میآورد که اونو در بیرون یعنی که به خاطرش نمی آمد. و از جمله چنین وسوسه ها بعضی انسان ها را در طهارتش وسوسه میکند. میگه طهارتت شکست، از نو طهارت کن، طهارتت شکست، از نو طهارت کن. حتی بعضی انسان ها را دیدیم که 40 مراتبه 50 مراتبه به یک نماز طهارت می، حتی وقتی نماز میبراید، وقتی نماز قضا میشود. یعنی که شیطان ضرر خود را میرساند. از جمله وقتی که به نماز می ایستد بنده، شیطان می آید و آمده با مقعد انسان بازی می کند، پوف می کند. چند حدیث ها هست، حتی بنده شک می کند که مگر از او چیزی برآمد، یگان چی از او خارج شد. همین گونه انسان را به وسوسه گرفتار می کند. چیکار کند در این حالت؟ باید رفته طهارت کرده آمده از نو نماز خواند، یا نمازش را با این غش در دل و با این شبهه بردوام دهد، چیکار کند؟ همین شکایت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده شد. بنابراین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لا ینصرف، از نمازش برنگردد حتی یسمع صوتا، تا مادامی که آواز را نشنود یا بویش را حس نکند نبراید. گفتند یعنی که تحقیق نکند، انیق داند که از او چیزی برآمد، این گفی دیگر است. بله طهارتش شکست، در این حالت به سلام برآمده می رود، چون نمازش باطل شد. لیکن اگر انسان نمازش باطل نشد و به یک امر دیگر از نماز برآمدنی شد، مانند اینکه یک بنده نماز نافله خوانده ایستاده است، پدرش یا مادرش او را فریاد کرد، در این حالت آیا اجابتی پدر کند یا مادر، یا نمازش را دوام دهد؟ قول صحیح مادامی که نماز نافله هست، به پدر و مادرش یعنی اجابت کند. برای چی؟ برای که خدمت پدر و مادر فرض است. نماز نافله حکمش نافله است، اون زیادتی از او فرض نیست. خدمت پدر و مادر بالاتر میستد از نماز نافله. در این حالت که نمازش حالا باطل نشده است، بنابراین سلام میدهد، السلام علیکم و رحمت الله گفته، به دو طرف سلام داده بعد میره. اما وقتی که طهارتش شکست، اون نماز که باطل شد، حاجتی سلام دادن نیست. در حدیث ترمذی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مفتاح الصلاه الطهور، کلید نماز این طهارت است و تحریمها التکبیر، اون کلمه ای که همه چیزایی که حلال بود حرام میگرداند، این کلمه تکبیر است. یعنی الله اکبر که گفت، چیزایی که برایش حلال بود حرام میگردد. مثلا نظر کردن به طرف راست و چپ حلال بود پیش از نماز، خوردن حلال بود،
گپ زدن حلال بود، همین چیزا حرام می شود وقتی که الله اکبر تکبیری تحریم گفت. و این چنین و تحلیل و تسلیم، از نماز با کدام عمل سلام حلال می شود؟ با کلمه تسلیم، یعنی السلام علیکم رحمت الله، السلام علیکم رحمت الله، با همین کلمه از نمازش حلال می شود. یعنی اون کارهایی که حرام گشته بود گشته باز برای او حلال می شود. خلاصه این حدیث یکی از قاعده های بزرگ اسلام است که از این گفتیم که قاعده الیقین لا یزال بالشک گرفته شد. یقین به سبب شک روانیده نمیشد. مثلا یک انسان یقین میداند، یعنی عمیق میداند که طهارت کرد، لیکن در داخل نماز یا در بیرون از نماز شک کرد که از او طهارتش شکست یا نشکست، نمیداند که طهارتش شکست یا نشکست. در این حالت او طهارت دارد، چون که عمیق میداند که طهارت کرد، طهارت کردگیش در خاطرش هست، لیکن طهارتش شکست یا نه این شک است. شک چی است؟ شک یک چیز را 50-50، یعنی دو جانب برابری هست، آیا طهارت دارد یا ندارد. شک. یقین لیکن 100% باوری دارد که طهارت کرده بود، شک پیدا شد که طهارتش شکست یا نشکست، در این حالت طهارت دارد. عکس همین قاعده، یک انسان طهارتش شکست، به خاطر دارد که طهارتش شکست، عمیق است، لیکن نمیداند که طهارت کرد یا نکرد، شبهه، در این حالت او بی طهارت است. همین گونه در نمازم بنده نمیداند که این رکعت سیوم است یا رکعت دوم، در این حالت این رکعت دوم حساب می شود. این چنین در طواف هم حاجی در گرد خانه طواف کرده ایستاده است، این سیوم دور است یا چهارم دور است، شبهه شد. چهارم این شبهه است، سیوم این عمیق است، چون که در مسئله 4 شک دارد، 3 یا 4، 3 دور شد یا 4 دور شد، او به مسئله 3 عمیق است 3، لیکن مسئله 4 شبهه ناک است، بنابراین شبهه را ترک میکند. و این گونه در طلاق هم حتی بعض علما گفتند که این حدیث در تمام ابواب فقه می درآید. بنابراین امام سرخسی در اصول سرخسی، یکی از کتاب‌های اصولی فقه در مذهب حنفی و معتمد کتاب است، گفتند که حتی اگر انسان شبهه کند که آیا زنش را طلاق داد یا نداد، اصل نکاح است، یعنی طلاق نداد. الیقین لا یزول بالشک. یک مسئله دیگر، یک انسان نماز خوانده ایستاده است، دید که یک کودک آمده ایستاده است، حالا از بلندی می افتد مثلا، یا به چاه می افتد، یا یک نابینا آمده ایستاده است به داخل آتش می افتد، یا به چقوری می افتد، خلاصه ضرر جدی می بیند. در این حالت سلام می دهد و برآمده آنها را آگاه می کند. یا مادر نماز خوانده ایستاده است، کودکش به آتش رفته ایستاده است، اجازت است که سلام دهد و رفته کودکش را گیرد. حضرت سعدی میگن که اگر بینی که نابینا و چاه است، دیگر خاموش بنشینی گناه است. مقصد میبینی که یک نابینا بی قاید آمده ایستاده است، رو به روی چاه رفته ایستاده است، اگر از آگاه نکنی به چاه می افتد. اگر بینی که نابینا و چاه است، دیگر خاموش بنشینی گناه است. همین گونه نهی منکر، کار گناه هم میبینید خاموش میشینید گناهکار میشید. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من را منکم منکرا فلیغیره بیده، کسی کاری منکر را که دید با دستش تغییر دهد، اگر با دستش نتواند با زبانش، اگر با زبانش هم نتوانست فبقلبه، با قلبش همین عمل را و صاحبش را بد بیند، و ذلک اضعف الایمان، و این ضعیفترین ایمان است. گفتم در صحیح مسلم است. خلاصه این حدیث پهلوهای زیاد دارد و این حدیث یکی از قاعده های بزرگ شریعت هست و این از مهربانی شریعت هست که برای ما تعلیم میدهد که به وسوسه های شیطانی داده نشویم. وقتی که شیطان آمده طهارتت شکست یا یگان چیز دیگر را آمده به خیالتان بیارد، اخسع عدو الله، خار شو دشمن الله، گفته با شیطان همین گونه جواب میگردانید و به وسوسه های او اهمیت نداده نمازتان را تا آخر میبرید. والله تعالی اعلم.